دوم بنز با خاور و مینیبوس. خب الان آموزش رانندگی با مینیبوس بنز رو داریم. نشستین، افسر بغل دستتونه، ماشین هم خاموشه. اول برای روشن کردن ماشین کلاج رو میگیریم، دنده رو خلاص میکنیم. قبلا هم گفتم کسی که میره پایین از افسر میپرسه ماشین رو روشن بذاره یا خاموش کنه. اگه گفت خاموش کنی ماشین رو، خفه کنه مینیبوس اینجا، خفه کنه مینیبوس اینجا. 3-4 ثانیه گازو ول میکنه، 3-4 ثانیه اینو میگیره، ماشین خاموش میشه. سویچو مثل بنز، مثل خاور بنز همینطوری یکم میکشی بیرون. کلاجتو گرفتی، ماشین میزنی تو دنده 2. دستی هم کشیدی، دستتو داخل فرمان میبری، میری پایین. خب میخوایم روشن کنیم، باز کلاجو میگیریم، دنده رو خلاص میکنیم، سویچو فقط جا میزنیم. دنده که خلاص بود استاردش اینجا، برف واکن ماشین هم همینه، این بغله. پیچو یکم میچرخونی، برف واکن شروع به کار میکنه، دوباره برمیگردونی. خب الان استارت میزنیم، ماشین روشن شد، کمربند رو میزنیم. حالا من الان کمربند رو نمیزنم چون اذیت میشه. خب منتظر دستوریم. افسر بهت میگه چی؟ دنده 1 شروع کن حرکت. 1 دستی رو میخوابونی، دستی رو به سمت افسر دستتو کج میکنی. دنده 1 راهنما رو میزنی، ماشین جلوت نیست، فقط آینه رو نگاه میکنی، حرکت میکنی. اگه ماشین جلو بود خب یه زاویه 30 درجه میشکنی بیرون، نگاه میکنی جلو عقب ماشین و از جلو از پشت نگاه ماشین نیامد حرکت میکنی. الان که ماشین جلومون نیست، فقط آینه رو نگاه میکنیم، حرکت میکنیم. تمام دنده هایی که عوض میکنیم مثل رانندگی با خاور بنز کلا 2 کلاجه است. یعنی رو به بالا دنده مستقیمی که میدیم 2 کلاجه، رو به پایین یا دنده معکوسی که میدیم 2 کلاجه با گاز وسط. الان به اون میگه 2 افسر. 1 کلاج خلاص، کلاج بعدی دنده 2. به ما میگه دنده 3. دنده 3 خب ممنوع با اجازه خودش، میگیم ممنوع با اجازه شما. دنده 3 خب دیگه گاز نمیدی. دنده 2 به ما میده 1 کلاج خلاص، 1 گاز وسط میدی، دنده 2 رو جا میزنی. خب گاز نمیدیم، رو دنده 2 اصلا گاز ندیم، منتظر بایست. اگه گفت دنده 3 گاز میدیم میکشیم 3. اگه گفت دنده 1 دیگه دور ماشینتون کم شده، دنده 1 رو بهش میدیم. خب الان دنده 1 به ما میده 1 کلاج خلاص، 1 گاز وسط.